صاحب این موزیک امروز روی تخت بیمارستان فوت کرد. مردی که با موزیکاش توی دهه 80 تقریباً 90% عروسی‌ها و مجالس رو گرم کرد و متاسفانه دیشب بعد از اجرا توی جشنواره بم حین سوار شدن به ماشین سکته قلبی میکنه. میگن رسوندنش بیمارستان، ولی چه فایده که بعد از 2 بار احیا در نهایت آسمانی شد. امید پولادی معروف به امید جهان، پسر خلف آقای محمود جهان که ایشون هم از خواننده‌های به نام جنوبی بودن و از قضا پدر هم بعد از اجرا سکته کردن و فوت شدن. امید اما اولین جنوبی بود که شعرهای سنتی منطقه‌شون رو با سبک جدید موزیک تلفیق کرد و توی آهنگاش به پیشنهاد علی عبدالمالکی نوع خاصی از معرفی اسم خودش رو گذاشت که هنوزم که هنوزه توی خاطر خیلی از ایرانی‌ها مونده. جالبه بدونین امید جهان بعد از اون آهنگ‌های دهه 80 مجوز بهش ندادم و مجبور شد مدتی توی ارمنستان و مدتی هم توی تاجیکستان زندگی کنه. ولی خب سال 94 با گرفتن مجوز اجرای کنسرت برگشت و اولین کنسرتش هم توی برج میلاد برگزار کرد. چه دورانی بود دهه 80. اصلا یه جوری شدم که رفتم به اون دهه 80 و اون آهنگ‌هایی که با امید جهان خاطره داشتیم. حقیقتا خیلی ناراحت شدم. روحشون شاد. این خبر رو هم برسونید به دست اونی که با آهنگاش با هم خاطره های خیلی خوبی داشتیم.